اینجا حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت حدود 9:30 صبح است. بعد از نمایشگاه پیشگامان پیشرفت، امروز رهبر انقلاب اسلامی در قامت فرمانده کل قوا از نمایشگاهی دیگر قرار است بازدید کنند، کمی متفاوت تر از دیگر نمایشگاه‌ها. و فرمانده کل قوا از آخرین دستاوردهای دفاعی دانشمندان گمنام وزارت دفاع در نمایشگاه اقتدار 1403 بازدید می‌کنند. یکی از آن دستاوردها همین پهپاد است با قابلیت پنهانکاری که قابلیت دور ماندن از شناسایی رادارهای دشمن را دارد. پهپاد حدید با موتور جت از جدیدترین دستاوردهای دفاعی وزارت دفاع است که هنوز البته این وزارتخانه جزئیات عملیاتی آن را اعلام نکرده است. فرمانده کل قوا نزدیک به 1 ساعت در این غرفه ها از زبان دانشمندان ایرانی وضعیت آخرین دسترنج آنها را میپرسند در همه حوزه‌های فناوری دفاعی، از موشک‌های بالستیک و افزایش دقت نقطه‌زنی و هدایت آنها تا رادارهای پدافند هوایی و پیشرفت‌های فضایی ایران. اینجا به دلیل ملاحظات امنیتی فقط بخش کوچکی از این نمایشگاه مقابل لنز دوربین‌ها قرار می‌گیرد. تقریباً نوک قله یک کوه یخ که 90% آن حتی جلوی دوربین هم قرار نگرفت. یکی دیگر از دستاوردهایی که اینجا در نمایشگاه اقتدار 1403 مورد بازدید فرمانده کل قوا قرار گرفته، زیردریایی‌های بدون سرنشینی هست که قابلیت شلیک پهپادهای انتحاری رو داره.